هایده یکی از بزرگترین و ماندگارترین خوانندگان موسیقی ایران در روز 21 فروردین 1321 در تهران به دنیا آمد. نام اصلی او معصوم ددربالا بود. از کودکی صدایی متفاوت داشت و استعداد موسیقی در وجودش موج میزد. اما شاید خود او نیز تصور نمی‌کرد روزی صدایش به یکی از سمبول‌های موسیقی ایران تبدیل شود. در جوانی هایده علاقه‌مند به موسیقی اصیل ایرانی شد و تحت آموزش استادان بزرگی چون علی تجویدی و پرویز یاحقی قرار گرفت. اولین اجرای رسمی اون در سال 1347 با آهنگ آزادر آغاز شد، اثری از استاد تجویدی که به سرعت او را به محبوبیت رساند. این آهنگ با صدای پرطنین و عاطفی هایده دلها را تسخیر کرد و نوید ظهور ستاره‌ای بی‌بدیل را داد. با گذشت زمان هایده در کنار دیگر خوانندگان مشهور مانند مهستی، خواهر کوچکترش، به شهرتی بی‌سابقه دست یافت. او با آهنگ‌هایی همچون سوغاتی، شانه‌هایت را برای گریه کردن دوست دارم و شب عشق، خاطراتی جاودانه برای نسل‌های مختلف ساخت. صدای گرم و پراحساس او انعکاسی از دردها و شادی‌های مردم بود. با وقوع انقلاب 1357 هایده به ناچار ایران را ترک کرد و زندگی در تبعید را آغاز کرد. اگرچه این دوران برای او دشوار بود، اما عشق به موسیقی و مردمش هرگز او را از خواندن باز نداشت. او در آمریکا سکونت گزید و کنسرت‌های فراوانی برای ایرانیان مهاجر برگزار کرد. در سیدی 1368 هایده در حالی که تنها 47 سال داشت به دلیل حمله قلبی در شهر سان فرانسیسکو چشم از جهان فرو بست. خبر درگذشت او برای میلیون ها نفر از دوستدارانش همچون شوکی عظیم بود. هرچند جسم او از این دنیا رفت، اما صدای جاودانه‌اش همچنان در قلب و خاطر مردم ایران باقی مانده است. هایده نماد موسیقی سنتی و پاپ ایرانی است، زنی که با عشق و صدایش مرزهای زمان و مکان را در نور دیده. آهنگ‌های او هنوز هم برای بسیاری از ایرانیان نوایی آشنا و آرامش بخش است، یادآور روزهایی که صدای هایده قلب‌ها را گرم و دلها را شاد می‌کرد. این داستان زندگی اوست، روایتی از زنی که با هنر و احساس جاودانه شد.